14 سال پیش وقتی پر از تردید بودم، مثل خیلی از مهاجرین دیگه، زبان بلد نبودم، کاری نداشتم، سرمایه‌ای نداشتم، باید از یک جای شروع می‌کردم. اما هر وقتی پیدا می‌کردم برای 30 دقیقه یا 1 ساعت می‌نشستم و به آرزوام فکر می‌کردم، به اهدافم، و به صورت اتوماتیک برنامه روزانم رو بر اساس اهدافم می‌چیدم. شما هم روزانه یه نیم ساعت یا 1 ساعت وقت میذارید واسه خودتون؟ اینجا بینشه، با من همراه باشید. امروز میخوام راز موفقیت خودم رو به شما بگم، نه به عنوان یک کسی که در تمام مراحل زندگی موفق بوده، اما که به عنوان کسی که آرزوهاش رو یا تجربه کرده یا در حال تجربه کردنه در دنیای واقعی. همش از اونجایی شروع میشد که من وقت میذاشتم و به اهدافم فکر میکردم. یادم میاد وقتی تحصیل رو اینجا شروع کردم، البته اینم باید بگم که حتی تحصیل هم جزو یکی از آرزوهای من بوده. در همون موقع بود که یک کار پاره وقتی پیدا کردم، یک کاری با درآمد بسیار پایین، یه جوری که اصلا آدم روش نمیشد به دیگران بگه که درآمدش چقدره. هر روز صبح ساعت 4 تا 5 صبح با دوچرخه روزنامه پخش میکردم. اما زندگی من از اونجا یک معنی دیگری گرفت. این روزنامه پخش کردن باعث میشد که من صبح‌های زود فرصتی پیدا کنم که در حین رکاب زدن فکر بکنم و رفتار خودم رو تحلیل بکنم. و این یه تمرینی هم بود برای تمرکز و البته تمرینی برای خلاق بودن بیشتر. هر روز رفتار دیگران نسبت به خودم رو تحلیل می کردم. مهمترین فایده‌ای که این لحظه های تنهایی داره اینه که آدم برنامه‌های روزانه‌ش رو تحلیل میکنه. اینکه چطوری آدم میتونه در کوتاه مدت در یک روز بهترین خودش باشه. و اون لحظه که شما انرژیتون رو متمرکز میکنید برای رسیدن به بهترین خودتون، این فقط شما نیستید که این رو میبینه، دیگران هم این رو میبینند. اون استاد شما هم این رو میبینه. و یا اگه کاری انجام میدید، اون کارفرمای شما، اون همکار شما، اون دوست شما، این سخت کوشی شما رو میبینه و این باعث میشه که به شما اعتماد بیشتری بشه و به شما فرصتهای بیشتری داده بشه یا خطاهای شما رو راحت بتونن ببخشن. و این اتفاق برای من افتاد و من هر روز که در لحظات تنهایی، در اون نیم ساعت 1 ساعت تنهایی خودخواسته، به برنامه ریزی، به رفتار، به شخصیت خودم می پرداختم، این باعث می شد که هر روز بهترین خودم باشم. بهترین خودم نسبت به خودم، نه نسبت به دیگران. خیلی ها بودند و خیلی ها هستند که بسیار بسیار موفق ترن. اما این رو همیشه به خاطر داشته باشید، این هیچ وقت یک مسابقه نیست. مسابقه شما و دوستتون، مسابقه شما و دیگران. نه، اگر شما به آرزوتون برسید یه انسان موفقید. یکی از فواید دیگه این لحظه های تنهایی خودخواسته اینه که شما دائما هدف خودتون رو زنده نگه می‌دارید تو مغزتون. شما دائما اون آرزوهاتون جلوی چشماتونه و شما دائما متمرکزید بر چیزی که میخواهید. و یه نکته دیگه هم هست که اینجا باید بیان بکنم. این تنهایی که میگم تنهایی خودخواسته، این تفاوت بسیار داره با احساس تنهایی. اون یه مسئله جداست. احساس تنهایی یک مقوله دیگری است که امروز در این رابطه ما صحبت نمی کنیم. امروز در مورد تنهایی خودخواسته که امری بسیار مثبت هست میپردازیم. اون
صبح بیدار شدنهای هر روزه و تمرکز روی آرزوها باعث می شد که من این رو به عنوان یک روتین روزانه داشته باشم و به تدریج می دیدم که آرزوهام داره به واقعیت می پیونده. همه ما آرزوهای کوچیک و بزرگ زیادی داریم. آرزوهای کوچیکتر رسیدن بهشون آسون تره. شاید مثلا شما توی 6 ماه به آرزوی کوچیکتون یا توی چند ماه، توی چند روز حتی به آرزوتون برسید. یه چیزی رو میخواید که مدت هاست برای شما آرزوست، در عرض چند روز بهش میرسید. اما آرزوهای بزرگتر مثلا داشتن یک ماشین مدل بالا که برای من مثلا تو اون زمان مثلا ماشین تسلا بود. من یادم میاد که از زمانی که این آرزو رو داشتم که ماشین تسلا داشته باشم تا زمانی که نه تنها اون ماشین رو داشتم بلکه از اون عبور هم کرده بودم، حدود مثلا 5 سال 6 سال طول کشید. اما تو این 5 سال 6 سال چه اتفاقی افتاد؟ چطور شد که از یک کسی که هیچ سرمایه‌ای نداره یک دفعه‌ای به جایی میرسی که حتی از آرزوهات هم جلو میزنی؟ من یادم میاد یک کسی از من سوال میکنه، میگفت یکی از دوستانم سوال میکنه، میگفت که تسلا چجور ماشینه؟ گفتم داشتم، موتور الکتریکیش خیلی خوبه اما از لحاظ داخل کابینش افتضاحه. یعنی از فاصله‌ای که من این حرفا رو میزدم، اگه به عقب برگردیم اونجایی که من این هدف رو داشتم، فقط 5-6 سال طول کشیده بود. و من فکر میکنم که خیلی از آدم‌های موفق‌تر این رو توی مثلا شاید 2 سال، شاید کمتر، بستگی داره که چقدر ذهن شما خلاقه، چقدر شما آماده اید که شروع بکنید. یعنی فقط هدف داشتن کافی نیست، قدم اول رو برداشتن هم بسیار مهمه. یک کسی مثل من کندتر بود، یک کسی سریعتر عمل میکنه، اما به هر حال اگر برای من این کار کرده برای شما هم قطعا کار میکنه. یکی از آرزوهام این بود که من یه خونه داشته باشم. از زمانی که من این هدف رو داشتم و بهش فکر میکردم در حین رکاب زدن، تا زمانی که من خونه داشتم 6 سال طول کشیده بود. این اتفاقات انقدر سریع پشت سر هم اتفاق می افتاد، این تبدیل آرزوها به واقعیت، که یک امر عادی شده بود. اصلا من به این فکر نمی کردم که اینهایی که من امروز دارم روزی برای من آرزو بودند، روزی جزء اهداف من بودند، چون من در تمام این مدت اینها رو زندگی می کردم. من در تمام مدت داشتم برنامه ریزی می کردم برای اینها. من برنامه ریزی روزانه داشتم در همون نیم ساعت 1 ساعت تنهایی خودم. برای همین اصرار می کنم یا خواسته من این هستش که شما هم این فرصت رو، این شانس رو به خودتون بدید. شما چیزی از دست نمیدید. نیم ساعت 1 ساعت، اما این وسط یک راز دیگری هم هست، اون هم استمرار و تکراره. یعنی شما باید این نیم ساعت 1 ساعت روزانه رو دائما به خودتون بدید. شما باید این فرصت رو دائما به خودتون بدید. باید این اهداف رو در ذهنتون همیشه زنده نگه دارید. و این اون رازی هستش که این لحظات تنهایی رو، نیم ساعت 1 ساعت روزانه رو به واقعیت پیوند میده. این تنهایی خودخواسته روزانه باعث شده که من به برنامه هام وفادارتر باشم و این رو میشه توی محل کارم دید که به شرکتی که واسش کار میکنم بسیار وفادارم، از این رو که بسیار سخت کار میکنم و کاری رو ناتمام رها نمی کنم. اون موقع که درسم میخوندم به همین صورت بود. یعنی
باعث می شد که برنامه ریزی روزانم رو همیشه داشته باشم و هیچ وقت از برنامه کلاس عقب نبودم. قطعاً خیلی های دیگه هم هستن که این خصوصیت رو دارند، اما برای اونها این امر تمرکز یه چیز اتوماتیک هست. برای امثال من که افرادی هستیم که این چیزها در ذهنمون اتوماتیک هنوز نشده، این 30 دقیقه 1 ساعت بسیار مهمه. و نگید که وقتش رو ندارم، حسش رو ندارم، برای اینکه به قول خارجی ها میگن وقت رو باید ساخت. البته این رو درک میکنم که با این وضعیت اقتصادی و با این تورم لحظه‌ای و با این وضعیت بیکاری قطعا کسایی هستن که بگن ما دل و دماغش رو نداریم که روزی 1 ساعت بشینیم به اهدافی که هرگز به اونها نخواهیم رسید فکر بکنیم. من این رو درک میکنم، اما میخوام بگم که من هم مثل شما بودم، هیچ چیز نداشتم. اگه شغلی ندارید و میگید که اگه من شغل ندارم چطور میتونم خونه یا ماشین داشته باشم، جواب من این هستش که نمیدونم چجوری، اما یه لحظه ای اون موقعی که عمیق دارید فکر میکنید شاید یه جرقه‌ای بخوره تو ذهنتون و شما یه کارآفرین و موفق بشید در آینده. کسی چه میدونه؟ تمام حرف من اینه که به خودمون این فرصت رو بدیم. اون لحظه ای که شروع کردم و به خودم این فرصت رو دادم، هیچ چیزی نداشتم، اما آرزو داشتم. به شما پیشنهادم اینه، اگه آرزویی دارید این فرصت رو به خودتون بدید. امیدوارم که امروز صحبت‌های من یه تأثیر مثبتی توی زندگی شما بذاره. موفق باشید.